اگه اهل صبحونه خوردن تو بیرونی تو خونه‌تون تو شرک اندیشه و شرک‌های اطرافه یه پاتوق جدید واسه صبحونه خوردنتون جستم. بزن بریم برای تست صبحونه‌هاشون. شهرک نشینان عزیز دیگه لازم نیست برای خوردن یه صبحانه بکوبید برید تا داخل شهر. از این به بعد باید تشریف بیارید به صبحانه سرای عمو احسان، چهارراه مخابرات، روبروی دادگستری. حالا بریم صبحانه‌هاشو هم ببینیم چی برامون درست کرده. اگه بچه‌ها تعمیرکارا بیان خب تعریف صبحونه‌ات شنقی ما میگیم اینجا صبحونه بخوریم. رو گوجه هم استفاده نمی‌کنیم، فقط گوجه. نرخش 75 یه نفرش هست. سوسیس تخم مرغ اگر با گوجه بخوام درست کنیم منش 85. اگرم نه ساده بخوام منش هم 75. دست در نکنه خدا به در مادرت بیام. 50. ما املت داریم، سوسیس تخم مرغ داریم، نیمرو داریم، کره مربا داریم، یه مقداری هم ان شاءالله هوا خنک‌تر با عدسین اضافه می‌کنیم. نوشیدنی هم چای، قهوه، نسکافه همه چی هست. تا ساعت چند هستی؟ از صبح هستیم تا ظهر. آقا قیمتاش هم خوبه. حتما یه صبحونه رو بیاید اینجا بزنید. من به شما قول میدم که بشید مشتری ثابتشون دیگه هیچ جا نرید. آقا ترابی بعد از ظهر ما هستیم از ساعت 5 تا ساعت 8 تا 9 شب. تکلیفون رو روشکو برارم آخرش هستی یا نیستی؟ نه بعد از ظهر هم هستیم. بعد از ظهر هم بیا دلش داره ما قول میشم واسه. یا خیلی گسنمدی صحبتی نداریم. نوش جان. آقا بیایید قدرتون ببینید چش.